همه چیز از بیرون زیبا به نظر می رسید. دیدی بلنچارد، مادری مهربان و فداکار، همراه دخترش جیپسی رز در خانه ای صورتی رنگ با پرده های عروسکی زندگی می کردن. مردم شهر به آنها لقب فرشته و دختر بیمارش داده بودند. جیپسی رزمو نداشت با ویلچر حرکت می کرد. لبخندش همیشه ترکیبی از آرامش و درد بود. دیدی میگفت دخترش سرطان خون دارد، سر، ضعف عضلات، عقب ماندگی ذهنی و دهها بیماری دیگر. بیمارستانها تایید می‌کردند، کمک مالی می‌رسید، رسانه‌ها شیفته این مادر نمونه شده بودند، ولی چیزی درست نبود. جیپسی شب‌ها یواشکی راه می‌رفت، بدون درد، بدون کمک. او می‌دانست سالم است، اما جرأت نداشت حرفی بزند. مادرش او را مجبور می‌کرد داروهای سنگین بخورد، موهایش را بتراشد و نقش دختر بیمار را بازی کند. یک روز که دیدی خواب بود، جیپسی مخفیانه لپتاپ را باز کرد، وارد چت رومی شد که زندگیش را برای همیشه تغییر داد. در آنجا کسی بود، کسی که به حرفهایش گوش داد، کسی که گفت تو اسیر شدی جیپسی، ولی راه فرار هست. جیپسی که حالا می‌دانست مادرش زندگیش را دزدیده، تصمیم گرفت کاری کند، کاری ترسناک، غیرقابل بازگشت و پر از شک. و حالا چی در انتظار این دختر است؟ آیا تونست فرار کند یا چی؟ برای ادامه قسمت دوم شوک فکت را دنبال کنید.